مهمترین خبر و گزارش‌های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تحت رهبری معاون رئیس ولایت ظفر اسماعیل زاده در شهر پنجکند و چندین جماعت‌ها ملاقات و صحبت‌ها انجام داده با مسئولین دستور سپارش داد. در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند ملاقات گروه تشویقاتی و ترغیباتی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تحت رهبری معاون رئیس ولایت ظفر اسماعیل زاده برگزار گردید که در آن معاون رئیس شهر مراد شکرزاده راهبران و نمایندگان ساحه‌های اجتماعی و دیگر مسئولین شرکت ورزیدند. در آغاز این ملاقات معاون رئیس شهر مراد شکرزاده اظهار داشت که واقعا امروز تشکیل چنین گروه‌های ترغیباتی و تشویقاتی اهمیت بسا کلان دارد. معاون رئیس ولایت سوخت ظفر اسماعیل زاده با اشتراکچیان این ملاقات اطلاع داد که در اساس دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و هدایت‌های رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده با نظرداشت روند جهانی شوی وضع متشنج منطقه و جهان حفظ ارزش و منافع ملی و دولتی و دیگر مسئله هایی که به رشد جامعه امروزه ما علاقمند است ملاقات صحبت های گروه های ترغیباتی بلند برداشتن معرفت شهروندان و همزمان پیشگیری از یک طور ظهورات نامطلوب باید در مد اول قرار داده شود. در این ملاقات اعضای گروه کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت پیرامون نتیجه های سنجش فعالیت شعبه های مربوطه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند یک قطار جماعت های دیخود در سمت کارهای ترغیباتی توجه آنها به گسترش کارهای ترغیباتی و تشویقاتی از جمله با اصول محله به محله خانه به خانه مکتب به مکتب به مردم بیشتر و بهتر فهمی سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان رعایت قانون‌های ملی پیشگیری گرایش جوانان به عقاید افرادی با بر کردن لباس‌های بیگانه تنظیم معرکه و مراسم استفاده با ثمر از شبکه‌های اجتماعی واکنش به دعوای ترغیباتی و بی‌پایه مخالفان ساخت دولتداری کشور و دیگر مسائل مربوطه وابسته به فعالیت مفکوروی گزارش مفصل داده همزمان یک قطار توصیه ها را برای مسئولین شرح و ایضاح دادند. در جریان مشورت معاون رئیس ولایت سوخت ظفر اسماعیل زاده بار دیگر تاکید نمود که ما باید کارهای ترغیباتی را منتظم و با فراگیری تمام قشرهای جامعه گسترش بخشیده هم در مرکز شهر و در دورترین دهات شهر پنجکند برای بلند برداشتن معرفت شهروندان و به آنها توضیح دادن دستور و سپارش‌های رهبریت دولت و حکومت ولایت سوخت و دیگر مسئله هایی که با واسط کارهای آبادانی و سازندگی با 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان معین شده است کارها را باز هم تقویت دهیم و مردم احساس نمایند که امروز برای بنیاد جامعه دموکراتی آزاد ما همه طرفه آماده می باشیم. در خاتمه این ملاقات برای وسط کارهای ترغیباتی و تشویقاتی با راهبران و مسئولان ساحه اجتماعی کارمندان مسئول دستگاه رئیس شهر جماعت‌های دهات دستور و توصیه‌های مشخص داده شد. گزارش عباس همراه‌زاده و طلبشاه توشیف.
مطابق نقشه کاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، سفر نوبتی کاری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهاتی رودکی ادامه یافت. با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات‌های شهر پنجکند کارهای آبادانی و بنیادکاری ادامه دارد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن سفر کاری خود به جماعت دهاتی رودکی از نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری دیدن نمود. در این سفر کاری با رفت بنیاد بینایی نوی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 13 دهه نیکنود و مرکز سلامتی این دهه شناس شدند. همزمان از رفت تعمیر و تجدید مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 52 به نام مستان شیرعلی دهه زیر حصار، آمادگی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 109 در دهه نیکنوتی نو به سال نوی تحصیل شناس شده برای وسعت بخشیدن کارهای ساختمان و تعمیر و تجدید و آمادگی به سال نوی تحصیل به مسئولین دستور و سفارش داده شد. در این سفر کاری اینچنین از رفت کندن چوهی عمودی و کشیدن خط آبی نوشاکی در دهه نیکنوتی نو که با دستگیری مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر پنجکند و سهامگذاری شریکان رشد عملی می شود. فعالیت پایگاه آبکشی نوآباد اداره دولتی آبیاری و بهداشت زمین بازدید کرده شد. تاکید گردید که با انجام لایحه کشیدن خط آب نوشاکی ساکنان دهه با آب نوشاکی تازه پره تامین می گردند. در ادامه سفر کاری خود رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده سابقه‌دار ساحه معارف و خدمت دولتی را عیادت نمود. قادر جان رسولوف حالا ساکن دهه نیکنوتی نوی جماعت دهاتی رودکی شهر پنجکند است. او 73 سال داشته زیاده از 50 سال عمر خود را صرف تعلیم و تربیت نسل نورس کرده است. حالا 10 نفر شاگردان او در ساحه‌های گوناگون کار میکنند و احترام او را چون آموزگاری سختگیر و مهربان به جا میآورند. ضمن عیادت این سابقه‌دار ساحه معارف به او برای سهم ارزنده در تعلیم و تربیت شاگردان اظهار سپاس نمود. در این سفر کاری همچنین در دهه 6 با سابقه‌دار خدمت دولتی و آموزگار حبیب الله خدای نظرف که سالیان زیاد به حیث کارمند جماعت دهاتی رودکی و آموزگار مهنت کرده است ملاقات و صحبت صورت گرفت. به سابقه‌داران برومند تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر تقدیم گردیده ایشان نیز در نوبت خود برای این مهربانی و غمخواری به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس ولایت سوخت همزمان به رئیس شهر پنجکند اظهار منتداری نموده قید نمودند که در من بعد نیز برای شکوفایی این وطن سهم ارزنده خویش را خواهند گذاشت. گزارش مرتبه رحمان و شاه حسین صالحوف و خیام جورایف. در تالار کاخ فرهنگ شهر پنجکند مشورتی وسیع با اشتراک رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، پروکراتوری شهر، شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند، شعبه کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند، کمیسریت شهر برگزار گردیده. ضمن آن اساساً معرکه دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تحلیل و بررسی گردیده. برای آمادگی به معرکه تیرماهی دعوت در نزد اعضای کمیسیه دعوت رئیسان جماعت‌های دهات، دهه‌ها، محله‌های شهر و فعالان دستور و وظیفه‌های مشخص گذاشته شد. گزارش مفصل از رفت این جلسه در برنامه من بعد نمایش داده می شود. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در حوزه انتخاباتی پنجکند رقم 23 سنه 17 آگوست سال 2025 انتخاب وکیلان به مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت دایر گردید. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه.
در حوزه انتخاباتی پنجکین رقم 23 17 آگوست سال 2025 انتخابات میان دوره وکیلان با مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت با جای وکیلان خارج شده برگزار گردید. با این مقصد در 8 участок انتخاباتی انتخاب کنندگان با نامزدهای پیشنهاد نموده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان معاون سرداری کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شهر پنجکین بهرانوف دلشادجان شراف‌الدینویچ سرداری مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستان در شهر پنجکین حبیبزاده امیدجان لطفالله صاحبکار انفرادی حمزه فرهاد محمدیویچ رای خود را دادند. مورد ذکر است که در همه участкهای انتخاباتی آوازدهی ساعت 6 صبح با صدای سرود ملی جمهوری تاجیکستان ترانه دایره با پخش ترانه‌های وطندوستی آغاز یافته تا ساعت 20 ادامه یافت. جریان انتخابات را در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم‌های 1 30 47 34 دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین رئیسان участкهای انتخاباتی سلامت رسولова لولا بوبویوا майсара مومینова موزونه جوراєва سمندر سفاروف با ما از جمله چنین شرح دادند. در حوزه انتخاباتی ما 1758 نفر اشتراک می‌نمایند که از آنها 891 نفرشان زنها میباشند. بار اول آوازدهندگان 7 نفر میباشند. امروز از ساعت 6 سحری در участок انتخاباتی رقم 251 محله خیرلر با سرود ملی انتخابات را آغاز نمودیم. انتخابات بسیار خوب رفته ایستاده است. در участок انتخاباتی ما 1852 نفر انتخاب کنندگان به قید گرفته شدند. تا حال باشد قریب 30% مردم علاقه آمده آواز دادند. در участок ما 1705 نفر انتخاب کنندگان ثبت نام شدند. از ساعت 6 انتخابات را شروع نمودیم. مردم با یک راهی ادانه امروز آمده در انتخابات اشتراک کرده ایستادند. در участок انتخاباتی رقم 249 به درجه اعلی رفته ایستاده است. شماره انتخاب کنندگان 1594 نفر. موافق رویخط گرفته ما 1818 نفر شهروندان باید در участок انتخاباتی رقم 248 آغاز کنند. انتخابات در فضای تنظیم و آزادی با صورت گرفته ایستاده است که نشانه دولت دموکراتی خوب بنیاد بودن آن را نشان می‌دهد. خلق همه با دل نیت پاک با امید انتخاب وکیل خود به انتخابات حاضر شده ایستادند. اینچنین در участкهای انتخاباتی واقع در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 15 رقم 71 و محله مهرآباد نیز انتخاب کنندگان با طرفداری نامزدهای انتخاب کرده خویش رای دادند. من دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 خدایورد منوچهر امروز در فضای صلح و ثبات آرامی و یکدیگر فهمی انتخابات وکیلان و مجلس خلق وکیلان ولایت سوخت در یک سطح بلند در یک فضای ادانه جریان گرفته ایستاده است. مردم در انتخابات اشتراک نموده آواز خود را با وکیل انتخاب نموده خود داده ایستاده برای پیشرفت کشور سهم خود را گذاشته ایستادند. در участок انتخاباتی رقم 256 926 نفر آوازدهندگان هستند و حالا 216 نفر آوازدهندگان آمده به نامزد ارزنده خود آواز دادند. در جریان گزارش ما با چند نفر انتخاب کنندگان نیز هم صحبت شدیم. من همچون شهروند قرضی خودم رو اجرا کرده ایستادم و امیدوارم که به نامزدی اون وکیلی که آواز دادن نامزدی ارزنده میشوند، وکیل ارزنده میشوند. چگنده آباد کند، آباد شهر انچه شهر آباد شده. خورسندی و آبادی شهر آبادی از وکیل شما چی میخواهید همچنین؟ خورسندی تنجی آبادی. به من میسر گشت که صبح آمده به انتخابات اشتراک کرده به نامزد ارزنده آوازم را دهم.
با توجه بینندگان عزیز و ارجمند می‌رسانیم که نتیجه‌های رسمی انتخابات را روزهای نزدیک کمیسیون شهری انتخابات اعلام می‌نماید. گزارش عباس همراه‌زاده، طلبشاه تاشف و شاهحسین صالحов. بخشیده به روز بزرگداشت ابوعلی ابن سینا و طبیبان تاجیک در بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند جمع آمد ایدانه برگزار کردید. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. با مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی ابن سینا در بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند چهاربینی دانه برگزار کردید. نخست هیئت رهبریت، کارمندان و سابقه‌داران ساحه تندرستی و پایه نیمپیکری فرزند فرزانه خلق تاجیک شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا گلشن برگذاشتند. سپس در همایش دانه که در تالار بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند برگزار گردید، اشتراکچیان به خاطر کارمندان ساحه تندرستی که از این دنیا درگذشتند 1 دقیقه خاموش ایستادند. در این همایش دانه سردختر بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند امیدجان رحیمов، معاون کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مفتون جورایف، همه کارمندان و سابقه‌داران ساحه تندرستی را با عید کسبیشان تبریک و مبارکباد نموده به هر یکی آنها صحت و سلامتی، خاطر جمع، سعادت روزگار و دستاورد و موفقیت‌های بی‌نظیر تمنا نمودند. برای فعالیت کسبی و حزبی از طرف ماموریت بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند کارمندان ساحه تندرستی را با سپاسنامه‌ها و تحفه‌های خاطروی قدردانی نمودند. گزارش دلشاده حلیمова. برنامه را ادامه می‌دهیم. در جریان سفر کاری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر بوسانی پنجکند در مرکز جماعت دهاتی لایق شیرالی بینای نوی بیمارخانه منطقوی مورد استفاده قرار گرفت. وابسته به رساندن یاری تجلیل طبی به گزارش خبرنگاران ما متوجه باشید. ضمن سفر کاری خود اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر پنجکند در جماعت دهاتی به نام لایق شیرالی چندین بناهای تعییناتشان گوناگون را به استفاده دادند. از آن جمله بیمارخانه مرکزی دهه غوثر را حسن افتتاح بخشیدند. در این روند از این اقدام پیشوای معظم ملت ساکنان خود را در کنار نگذاشته رابطه به این ساکنان دهه غوثر از یک عائله عادی که پدرشان راننده بود و 4 فرزند کسب پدر را انتخاب کرده است خواستند جواب به غمخوری‌های پیشوای معظم ملت سهمگذار به آینده کشور باشند. عائله استموفا می‌خواستند پدر و مادر خود را به حج فرضی فرستند، لیکن متاسفانه پدرشان وفات کرد. با بازگشت از سفر حج مادرش به فرزندان گفت خزینه پول پدر را برای خیر خرج کنند. فرزندان این نصیحت مادر را قابل قبول دانستند. از بس که پدرشان بیمار بود و به خدمت یاری تعجیل محتاج بود، آنها اقدام گرفتند تا به بیمارخانه مرکزی دهه غوثر یک ماشین یاری تعجیلی هدیه نمایند. دعای مادر دستگیر فرزند است و ما باور داریم این دعای مادر در حیات آینده فرزندانشان دستگیر و همراه می‌گردد. بینندگان گرامی، در همجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شاد و پیروز باشید.